شیائومی از چند تا محصول جدید از جمله گوشی‌های پرچمدار جدید خودش یعنی شیائومی 15 و 15 پرو رونمایی کرده. توی این ویدیو با من همراه باشید یه نگاه اولیه داشته باشیم به این محصولات. سلام، من محمد هستم از تیم فنی 19 کالا و توی این ویدیو می‌خوایم یه نگاهی داشته باشیم به محصولات جدید شرکت شیائومی. دو تا گوشی پرچمدار داریم، شیائومی 15 و 15 پرو، دو تا تبلت جدید داریم، شیائومی پد 7 و شیائومی پد 7 پرو، به اضافه یه ساعت هوشمند جدید که همه روز گذشته معرفی شده و توی این ویدیو می‌خوایم یه نگاه اولیه داشته باشیم به این محصولات جدید و جذاب. اول بریم سراغ گوشی‌های پرچمدار. شیائومی 15 با نمایشگر LTPO OLED 120 هرتزی معرفی شده که طراحی خیلی خوب و شیکی هم داره، بدنش کاملا آلومینیومیه، نمایشگرش 144 هرتز نیست، ای کاش بود، ولی خب همین 120 هرتز هم قابل قبوله. روشنایی 3200 نیتی داره که عدد قابل توجهی برای روشنایی نمایشگر. پردازنده اسنپ دراگون 8 الیت رو داره که یه ذره من میخوام در مورد این اسنپ دراگون 8 الیت بیشتر توضیح بدم. این پردازنده قوی ترین و جدیدترین پردازنده‌ایه که تا به حال به دست بشر ساخته شده و امکانات فوق‌العاده جذابی داره. توی ویدیوهایی که به زودی در مورد هر کدوم از این گوشی‌ها به صورت اختصاصی میسازیم میام و بیشتر در مورد این پردازنده صحبت میکنم، اما برای اینکه الان یه معیار بهتون بدم که قدرت این پردازنده رو متوجه بشید، اینو بهتون بگم که A18 پرو که پردازنده پرچمدار گوشی‌های آیفونه و توی آیفون‌های 16 پرو و 16 پرو مکس به کار رفته، سرعت پردازش هسته مرکزیش 4.5 گیگاهرتز، اما این اسنپ دراگون 8 الیت سرعت پردازش هسته مرکزیش 4.32 گیگاهرتز. حافظه های UFS 4 رو داریم، بلوتوث، وای فای، سنسورها همه کامل و درجه 1 به اضافه حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر که دقت کنید اپتیکال نیست. سه تا دوربین پشت گوشیه که هر سه تاش 50 مگاپیکسلیه. دوربین اول واید که توانایی فیلمبرداری 8K 30 و 4K 60 فریم بر ثانیه رو داره. دوربین دوم تلفوتو با زوم اپتیکال 3 برابری و دوربین سوم هم اولترا وایده. یه دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی هم توی این گوشی هست که با کیفیت 4K 60 فریم بر ثانیه میتونه فیلم برداری بکنه. یه باتری غول‌پیکر و جذاب 5400 میلی آمپر ساعتی هم شیائومی توی این گوشی خودش قرار داده که از فست شارژ 90 وات به صورت باسیم و 50 وات به صورت بیسیم پشتیبانی میکنه. بریم سراغ شیائومی 15 پرو که گوشی خفن‌تری نسبت به شیائومی 15. تقریبا تمام مشخصاتش مثل شیائومی 15 است به جز دو سه تا تفاوت که بهشون اشاره میکنم. تفاوت اول تو بخش نمایشگره. یه مقدار نمایشگرش بزرگتری نسبت به شیائومی 15 و پنلش هم LTPO AMOLED. تفاوت دوم تو بخش دوربینه. توی شیائومی 15 پرو ما دوربین پریسکوپ تلفوتو با زوم 5 برابری اپتیکال رو داریم. تفاوت سوم هم تو بخش باتری که باتری اینجا ارتقا پیدا کرده و یه باتری جذاب و خفن 6100 میلی آمپر ساعتی شیائومی توی این گوشی به کار برده که فکر میکنم تا 2 روز هم حتی میتونه شارژی داشته باشه. شیائومی دو تا تبلت جدید هم معرفی کرده که شیائومی پد 7 و شیائومی پد 7 پرو هستن. توی شیائومی پد 7 ما یه نمایشگر 11 اینچی داریم که IPS اما خب 144 هرتزیه و نرخ نوسازی خیلی خوبی داره و اسنپ دراگون 7 پلاس نسل 3 پردازنده‌ای که توی این تبلت جدید به کار رفته. پردازنده خیلی خفنی نیست اما خوبه، قابل قبوله واسه یه تبلت و یه باتری 8850 میلی آمپر ساعتی هم داره که از فست شارژ 45 وات پشتیبانی میکنه. دوربین پشتی 13 مگاپیکسله که به صورت 4K هم میتونه فیلم برداری کنه و دوربین سلفی هم 8 مگاپیکسله. شیائومی پد 7 پرو هم تبلت دومیه که شیائومی معرفی کرده. تو بخش نمایشگر عیناً همون شیائومی پد 7. تو بخش پردازنده متفاوت باهاش. پردازنده پوکو F6 یعنی اسنپ دراگون 8S نسل 3 رو شیائومی آورده اینجا توی تبلت شیائومی پد 7 پرو ازش استفاده کرده که اونم پردازنده خیلی خوبیه و باتریش یه تفاوت داشته که ظرفیتش البته فرقی نکرده، اما تو بخش آداپتور یه تفاوت داشته که از آداپتور فست 67 وات اینجا پشتیبانی میکنه. دوربین هم تفاوت‌هایی داشته. دوربین اصلی به 50 مگاپیکسل ارتقا پیدا کرده، در کنارش یه دوربین 2 مگاپیکسلی عمق میدان هم اضافه شده که میتونه توی ثبت عکس‌های پورتره
خیلی بهتر عمل بکنه این تبلت. دوربین سلفی هم 32 مگاپیکسلیه که واقعا جذاب‌تره. یه اسکر اثر انگشت خازنی هم به کنار تبلت اضافه کرده که توی شیائومی پد 7 نداشتیمش. پنجمین محصولی هم که شیائومی اخیراً معرفی کرده یه ساعت هوشمند شیائومی واچ S4، جدیدترین ساعت هوشمند شیائومیه که بدنه کاملا آلومینیومی و با کیفیت داره. صفحه نمایش امولد داره که اونم خیلی خوبه. روشنایی 2200 نیت داره صفحه نمایشش که این عدد واسه یه ساعت هوشمند واقعا عالیه و روشناییش خیلی بالاست. سنسورهاش کامله و وضعیت بدن و سلامت شما رو به خوبی میتونه ترک بکنه. گزارش‌های پزشکی رو میتونه بهتون تحویل بده و استاندارد 580 هم داره که این یعنی اینکه کاملا ضد آبه. به زودی ویدیوهای دقیق‌تر و کاملتر از معرفی این محصولات رو میسازیم و منتشر میکنیم. حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب داشته باشید. پایین سمت راست سابسکرایب رو بزنید و عضو کانال بشید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. زنگوله کنارش هم بزنید، خیلی عالیه چون ویدیوهای جدید به محض انتشار بهتون اطلاع رسانی میشه. منتظر ویدیو جذاب از این محصولات باشید.